به نظرتون چطور میتونیم از توی ایران در سهام جهانی مثل اپل، آمازون، تسلا و شاخصهایی مثل نزدک، S&P و دو جونز سرمایه گذاری کنیم؟ سلام به همه، ایمان صاحب‌دیدی هستم و توی این اپیزود قرار در مورد موضوع جذاب و هیجان انگیز سرمایه گذاری در سهام جهانی با هم دیگه صحبت کنیم. میدونم خیلی از شماها به بازارهای جهانی مثل بورس آمریکا، بورس اروپا و حتی بورس‌های آسیایی هم علاقه دارید. اما همیشه این سوال واسهتون پیش اومده که آیا میشه ما از توی ایران توی این بازارها معامله کنیم؟ خب امروز قرار دقیقاً جواب همین سوال رو بدیم و نشون بدیم چطور میشه از توی ایران وارد بازار سهام جهانی شد. اول از همه بذارید در مورد دلیل جذاب بودن ترید توی سهام جهانی صحبت کنیم. چرا باید سهام جهانی رو ما خریداری کنیم؟ همونطور که میدونید بازارهای بزرگ جهانی مثل بورس آمریکا یا بورس اروپا همیشه فرصتهای جذابی رو واسه سرمایه گذاری ایجاد میکنن و اگه ما بتونیم توی اون زمان مناسبش داخلش باشیم میتونیم از این فرصت مناسب بیشتری استفاده رو ببریم. شرکت های مثل اپل، آمازون، تسلا و مایکروسافت که توی این بورس ها فعالیت میکنن و سالهاست که رشد زیادی داشتن که برخی از این سهام توی این بازارها میتونن به شما هم سود خیلی خوبی برسونن. حالا که فهمیدیم چرا سهام جهانی جذابه، بریم سراغ مطلب اصلی و اینکه چطور میتونیم توی این بازارها وارد بشیم. به طور کلی 3 روش عمده واسه ورود و ترید توی بازار سهام جهانی وجود داره که متاسفانه به دلیل تحریما فقط یکی از این روش‌ها برای ورود از توی ایران به بازار سهام جهانی ایمن. همچنان یکی از بهترین روش‌ها استفاده از کارگزاری‌های بین‌المللی. این کارگزاری‌ها به شما این امکان رو میدن که توی بازار بورس آمریکا، اروپا و حتی مناطق دیگه هم دسترسی داشته باشید. ولی متاسفانه ما توی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان استفاده مستقیم از این کارگزاری با کیفیت رو نداریم. اما اگه از ایران مهاجرت کردین و یا خارج از ایران دارین زندگی میکنید، میتونید تو بهترین کارگزاری‌های دنیا مثل اینتراکتیو بروکرز، فیدلیتی، ای ترید به راحتی سهام آمریکا و اروپا و سایر نقاط جهان رو ترید کنید. روش دوم معامله سهام جهانی و خرید سهام جهانی، خرید توکن های سهام تو پلتفرم های ارزهای دیجیتال. توکن های سهام به طور دیجیتال نمایانگر سهام واقعی یک شرکت. این توکن ها پشتوانه سهام واقعی رو دارن و از طریق بازار ارزهای دیجیتال عرضه میشن و به شما این امکان رو میدن که در سهام شرکت های بزرگ جهانی سرمایه گذاری کنید بدون اینکه نیاز به دسترسی مستقیم به بورس های جهانی هم داشته باشید. البته این روش هنوز در گام های ابتدایی خودشه و به همین دلیل فقط توی برخی از صرافی های بزرگ امکانش فراهم شده. صرافی های مثل بایننس، ایتورو و چند صرافی دیگه که متاسفانه اینا هم توی ایران تحریمن. یعنی ما امکان استفاده از این صرافی ها رو از ایران نداریم و نمیتونیم از خدماتشون استفاده کنیم. سومین روش و تنها روشی که واسه فعالان داخل ایران ایمنه، معامله CFD سهام جهانیه. معامله CFD که از روش‌های محبوب واسه سرمایه گذاری در سهام جهانی به حساب میاد که به شما امکان میده بدون خرید مستقیم سهام از نوسانات قیمتش سود کنید. در جریان باشین که توی این نوع معاملات شما در واقع مالک سهام نمیشین و فقط از تغییرات قیمتش سود میکنید. با استفاده از CFD شما میتونید در سهام جهانی مثل اپل، تسلا و آمازون و سایر شرکت های توی این بازار سرمایه گذاری کنید بدون اینکه نیاز به دسترسی مستقیم به بورس های جهانی هم داشته باشید. یکی از بزرگترین مزایای CFD استفاده از اهرم یا همون لوریجه که شما میتونید به کمکش چندین برابر سرمایه خودتون رو سرمایه گذاری کنید و بتونید چندین برابر سرمایه خودتون هم سود کنید.
حواستون باشه که اهرم و لوریج همیشه مثل یک شمشیر دولبن، یعنی همون جوری که امکان چندین برابر سود رو به شما میدن، چندین برابر زیان رو هم ممکنه واسهتون ایجاد کنن. از ویژگی‌های دیگه CFD معامله در هر دو جهت بازار. این شکلی شما هم از رشد اون سهام و هم از ریزشش میتونید سود کنید. مورد بعدی هم که خیلی اهمیت داره اینه که در مقایسه با خرید سهام واقعی، معاملات CFD معمولا کارمزد خیلی کمتری رو داره و شما نیاز نیست کارمزدهای زیادی رو بابت هر معامله پرداخت کنید. واسه معامله CFD سهام جهانی شما باید یک پلتفرم کارگزاری استفاده کنید که هم به ایرانی‌ها خدمات با کیفیت بده و هم امکان معاملات سهام رو واسهتون مهیا کنه. واسه هم میتونید از بروکر کپیتال اکستند واسه این موضوع استفاده کنید. واسه شروع معامله تو CFD سهام جهانی کافیه بعد از ثبت نام در بروکر مراحل احراز هویت خودتون رو انجام بدین و بعدش هم حساب معاملاتی خودتون رو شارژ کنید. حالا شما میتونید با داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب که قطعا ما تو اپیزودهای بعدی در موردش مفصل با همدیگه صحبت میکنیم و رعایت مدیریت ریسک، معاملاتتون رو توی بازار جذاب سهام جهانی شروع کنید. حالا که همه نکات رو توضیح دادم، شما دیگه میدونید که از ایران چطور میتونید تو سهام جهانی سرمایه گذاری کنید. این یک فرصت عالی واسه کساییه که میخوان از بازار سهام جهانی هم بهره لازمش رو ببرن. کانال یوتیوب منو دنبال کنید چون قرار در آینده ویدئوی استراتژی های مختص سهام جهانی رو هم واسهتون بذارم. و اگه در مورد این ویدیو هم سوال یا نکته‌ای به ذهنتون میرسه، حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. من همیشه خوشحال میشم بتونم بهتون کمکی بکنم. پرسود و در آرامش باشید.